من تعلق قلبه به دنیا، کسی که قلبش به دنیا مشغوله، به دنیا دل بسته اند، قلبشون سه خصلت گرفتار میشه، سه خصلت روحی. اول همون لا ینفا، یعنی قصه به اندوهی که تمام نمیشه. استاد ما مرحوم آشکار برهان فرمودن یه بنده خدایی سلام بهش کردن، جواب نمیتونست بده. بابا حرف نزنید، جواب سلام نداد. از این بازاریا چی آقا چرا کسالت؟ گفت من 100 صندوق چای خریدم در 2 ماه قبل و الان 2 برابر شده قیمت و همش ناراحتم چرا 1000 تا نخریدم. همش قصه میخورد که چرا 100 صندوق 1000 تا نخریدم. کسالت روانی اینه. غم و قصه هیچ وقت تموم نمیشه. اینا که فکر دنیا همیشه تو غم و قصه. دوم عمل لا یدرک، آرزویی که هیچ وقت به اون آرزو نمیرسه. سوم رجاء لا ینال، یعنی امیدی که هرگز به آن دست نمییابد.